من مجیدزاده هستم، آموزگار پایه ششم و هفتم. یکی از چالش‌هایی که هر سال توی کلاسم تجربه می‌کردم تکلیف ننوشتن یه عده از بچه‌ها بود. هر روشی که به ذهنم می‌رسید توی کلاس اجرا می‌کردم که بچه‌ها تکلیف بنویسن. با والدینشون حرف می‌زدم ولی نتیجه‌ای نمی‌گرفتم. تا اینکه با روش مربیگری آشنا شدم. برای اولین اقدام یه نیمکت گفتگو به کلاسم اضافه کردم. حالا وقتی یه دانش آموز تکلیف نمی‌نوشت، تو یه موقع مناسب ازش می‌خواستم رو نیمکت گفتگو بشینه و با هم حرف بزنیم. تو این حرف زدن‌ها سوالای مختلف ازش می‌پرسیدم تا بدونم دلیل تکلیف ننوشتنش چیه. وقتی خودش به دلیل تکلیف ننوشتنش آگاه میشد، میتونست راهکار ارائه بده و خودش بدونه که چطوری میتونه به خودش کمک کنه. حالا هم میتونم تکلیف‌های جذاب‌تری برای کلاسم طراحی کنم چون از ذهنیت بچه‌ها آگاه ترم، هم این مشکل رو به راحتی توی کلاسم میتونم حل کنم. خیلی ممنونم از آقای یوسفی و تیم معلم توانمند که منو با مربیگری آشنا کردن.